سلام همراهان عزیز دکتر پر. امروز اومدم که هم یه خبر خوب بهتون بدم، همین که یکی از سوالای پرتکرارتون رو جواب بدم. خیلی از من میپرسن که فرق دکتر پر با چت جی پی تی یا مشابهاش چیه؟ ببینید توی مثلا چت جی پی تی اونها هم یه سری اطلاعات بهشون داده شده و بر اساس یه سری اطلاعات اصطلاحاً میخوام بگم به فارسی تربیت شدن، ولی دکتر پر علاوه بر اون اطلاعات به اطلاعات کلینیکال و تخصصی دکترهایی که با دکتر پر همکاری میکنن هم دسترسی داره. برای همین میتونه با دقت بیشتری جواب سوالهای شما رو بده. علاوه بر اون توی نسخه اپ ما که خبر خوبمون اینه که به زودی لانچ میشه، هم برای iOS هم برای اندروید شما این امکان دارید که وقتی که یه پروفایل میسازید روی اپ ما، هر سوالی رو که ازش میپرسید اون به خاطر میسپاره و دفعه بعدی که میای سوال رو میپرسین ازش، یه سوال دیگه ای رو، اون با توجه به سوابق سوالهایی که ازش پرسیدین یا آزمایشی که بهش دادین نتایج رو بهتون گفته جواب میده. یعنی یه جواب کاملا تخصصی بر اساس سوابق سوالها، بیماریها، مشکلات شما بهتون میده که خب یه دقت بیشتری باشه. علاوه بر اون انگار که شما یه پرونده پزشکی روی اپ ما دارید که هر زمان که بخواین دکترهای دکتر پر به اون دسترسی دارن و بر اساس سوابق اون میتونن که راهنمایی بیشتری بکنن وقتی که بهشون مراجعه میکنین و این دسترسی رو دکترهامون هم دارن. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. بازم اگه سوال داشتین حتما توی کامنت ها دایرکت